موضوع امروزه ما محور فعالیت کمک به انسان عنوان گرفته است. بسته‌های مواد خوراکی برسانه تقسیم میکنن. با این یتیمخانه‌ها همه وقت ما کمک خود رو میرسونیم. به بسیار شهر و ناحیه ها آب‌های نوشیدنی هم آوردگی، آشامیدنی هم آوردگی. شما خیلی مهربان هستید. من این تشکیلات با یک دلی صاف کتی آمده یک حلاوت میبرم. با قریبی از نزدیک باغ گذشته ایستاده نشانی جمعیت هلال احمر رو دیده راستی دلم گم زد. در مورد رو دادن آفت‌های طبیعی و حالت‌های فوق‌العاده چطور باید رفتار کرد؟ کلی پاشو اینجا شما همکاری مونیدو ما آشنا میگیرید به من همه خیلی جای سراغ کرده گشتیم گفتم. در هر یک شهر نایها ولنتیاران خود را انتخاب کردیم. نان آوری اویله به درک می شود. شما اکنون خودتان تصور کنید احوال اویله چه خیلی می شود. هلال احمر تاجیکستان رسالت خیش را من بعد هم کاری خود را دوام می‌دهد.